استاد جان همین خیلی است که می بچه هایی که جین زده می شوند دیگر ساز نمی شوند، یا که همیشه دخترها دیگر ساز نمی شوند، دخترها هم جین زده می شوند. بعد میگوین که این مقصد جینش ماده بوده است یا جینش نر بوده است، اینها خانه‌دار شدگن دیگه فرزنددار شدگن. همین راست است و این فرزند اونها چگونه شود؟ خواهر مونیسه، من کدام درسم گفتم که جین رو به این درجه برآوردن نمو خرافات مردم است. اگه تا این اندازه خداوند به او قدرت نداده است که وای بیاید تو رو چیکار خواهد کند، تو حتی از او فرزنددار شوی و چیزی دیگر. یعنی تا این اندازه جین رو به این درجه برآوردن همین کار خودم هست که ما اینقدر از خودش میروانیم اون مخلوق رو. پیامبر میگن به من هجوم کرد، من همین خیلی قپیدم و خواستم که چیکار کنم، به ستونی مسجد ببندم. یعنی تا این اندازه که وای در آمدو با او خانه دار است و این به این چیزا یعنی خرافات مردم است. آره وای به انسان تاثیر میکند، حتی داخل شده میتواند، اما تا این اندازه نه که چی کار خواهد کند. و گفتیم که اساسا این چیز یعنی جین زدگی و داخل شدن و یک انسان به خود آواره کردن به آنها میشود که از جین زیاد میترسن. برای همین در قلب کودک، در خصوصا دخترکا جا کنید که جین یک مخلوق است که با یک آیت الکرسی خواندن تو مثل یک زنبور می شود، یا گفته مثل یک مرچه می شود. یعنی ما اینقدر از او تا اندازه ترسیدن و در انسان ها هم خیلی نیست خواهرو. از یک انسان بی عقل اگر ترسیدید و دیگر بالای سرتان فرعون می شود. جین هم همین خیلی است، تا اندازه چقدر ترسیدید و به شما بزرگ شدن می گیرد. باید از ترس از او رو کم کرد. و اساسا این جین در آمد و این شد و آن شد در مردم ما اینقدر زیاد است که در دیگر ملت ها این چیز وجود ندارد. پناه به الله. بله، اما آدما کی ساز نمیشه دیگر به مولا هم خیلی میگن که دیگری هم خیلی زورمون نمیرسه دیگر دوامش تا خونه داره. اینجا عیب رو به همون خودمون انسان پرتوید که در اسبای عبادت ها شو، اسبای ذکر صبح و شامت شو، اسبای رابطت به خداوند شو. در این وقت یقین بکن که خداوند تو رو از اونها نگه میدارد. پیامبر شب پیش از خوابشان ناس فلق میخواندن، بعد از نمازها ناس فلق خواندن، از صبح و شام ناس فلق خواندن از خواهر برای پناه بردن به الله. ما این سبب ها رو یک طرف میگذاریم، بعد از این یک فکر و خیالمون جین.